داخل وردپرس برای سایت های فروشگاهی که قصد شروع فروش یا سایت های حرفه‌ای دارن میخوان فروششون و سرعت فروششون رو افزایش بدن، تعامل و رابط کاربری مشتری رو بهبود ببخشن، راه دنبال راحتی مشتری هستن، راهی که به مشتری اطمینان بدن که سایت ما مطمئنه و اینکه کیفیت و سرعت فروش و پیگیری کار اوکیه. من یه دونه افزار خودم طراحی کردم به اسم پیگیری مرسوله ووکامرس پیشرفته. ببخشید من مریض شدم. پیگیری مرسوله ووکامرس پیشرفته که خودم طراحیش کردم. این افزونه چیکار میکنه واسه شما؟ داخل بخش پیشخانه که مشتری وارد سایت میشه، خریدش انجام میده، بعد خرید وارد پیگیری مرسوله میشه. حالا اینجا اومده زیر خروج. تا اون موقع من اینو تکمیل میکنم، نسخه اصلی که میخوام واسهتون بذارم میارم بین یکی از اینجا جابجاش میکنم. بعد اینکه بسته به تمتون داره، حالا این یه تمیه که دارم مینویسم ناقصه واسه همین یکم در هم همه میبینید. بعد اینکه شما خلاص این هر قالبی داشته باشید این افزونه رو نصب کنید، بر اساس تم خود قالبتون شکل بدید، یعنی سازگار کاملا، پس مشکل نیست. وارد پیگیری مرسوله میشید. پیگیری مرسوله نوشته سفارشات اخیر شما. جایی این سفارش میاد بالا وای میسه که من همینجوری سفارش علکی درست کردم به اسم فلان و اظهار و تاریخ و اینجور چیزا که دارم. شرکت ارسال کننده تیپاکس، شماره بارنامه که بعد بزنیم پیگیری مرسول. هیچ کدوم از سایت ها همچین قابلیتی ندارن که بیان مستقیم بدون اینکه کد تیپاکس رو برداری و بعد کپی کنی بیاری مثلا دستی حالت اینجوری بهتون بیرون از سایت، یا بهتون کد رو میدن جای دیگه، یا اینجا دستی وارد میکنی، خلاصه دستی وارد میکنی و تمام میشه میره. که یکم برای کاربری که داخل گوشیه سخت، چون معمولا اکثر سایت ها یا مثلا مشتری های سایت ها کاربرای گوشی هن که زیاد سر در نمیارن. ما یه دکمه طراحی کردیم که بیاد این کار راحت بکنه. چی کار بکنه؟ مستقیم بیاد همه این کار رو انجام بده، بیاد مستقیم خودش کد رو وارد کنه، وارد بشه، تمام شده رفت. که هیچ کسی تا حالا هیچ همچین افزونه‌ای که طراحی نکرده، که هیچ سایتی حتی نتونسته بیاد اون URL صحیح رو بنویسه. خود تیباکس هم همچین URLی رو بیرون نده. من بعد کلی یه هفته 2 هفته وقت گذاشتم کلی تست روی دامنه که یه جور حالت یعنی کار خطایی همچین حرکتی، ولی خوب شده. حالا پیدا کردم که چجوری میشه، پیاده سازی کردم که الان دسترسی داریم به تیپاکس مستقیم از طریق URL پیدا بکنیم، چون اصلا نمیشه وگرنه. و شما حتی به تیپاکس کد بدی، مثلا اداره پست وقتی کد رهگیری لیست رو میدی، شما اونجا وقتی کد رهگیری لیست رو تایید میکنی اینتر رو میزنی که صفحه رفرش میشه و اطلاعات مثلا پستی شما لود میشه داخل دامنه URL. اونجا میاد یه دونه اسلش یا آیدی یا میاد یه چیزی مینویسه که نشون میده، اونو کپی کنی هر جا بدی مستقیم هم صفحه رو واسط بالا میاره. یعنی مشکلی نداره، یعنی دیگه یه چیز آماده ایه. ولی تیباکس اینجوری نیست. تیباکس از طریق صفحه اصلیش بری کد و این کد هم وارد بکنی، وقتی میری URLش رو چک بکنی متاسفانه نمیده اون URL مورد نظر تو. پس باید همین راهی که من طراحی کردم و برین که یه حالت نمیدونم اسمشو چی میذارن،
شبیه حالت حمله، اسمش یه نوع حمله خاص میزنن که این حرکت میشه. خلاصه پیدا کردم و پیاده سازی کردم روی افزونه خودم. چاپار رو شما میتونید پیاده، این افزونه چه قابلیت هایی به شما میده دیگه. بذارید به محیط افزونه زمانی که سفارش جدید داشته باشی یعنی سفارش که از درگاه شما پرداخت شده باشه، درگاه سایتتون میاد اینجا در حال انجام. چون زمانی که شما سفارش میاد واسهتون اینجا یه دونه یک میخوره که آره شما یه دونه سفارش داری، حالا ممکنه انصراف شده باشه یا ممکنه در انتظار باشه یا مشکلی خورده باشه، اونجا خلاصه یه دونه یک واسه شما میزنه، ولی اون الکی وقت شما رو میگیره. خلاصه تکمیل شده یک میزنه، انصراف یک میزنه، یه پیغام دارید، ولی اینجا مستقیم شما کار مشتری، امور مشتری دیگه انجام میدید، نیاز نیست به اونجا خودت درگیر کنی. اینجا خیلی شسته رفته، میای باز میکنی هر روز این صفحه رو، یه رفرش هم میکنی هر وقت دلت خواست آقا صفحه بذار بمونه لپتاپت یا سیستم مغازت که مثلا فروشگاهته، یه رفرش بکن میبینی یه دونه اومد. خب از همینجا تمام کارش انجام میدی، در حال انجام دیگه. وقتی پرداخت میشه میای اینجا میزنید مثلا چی بزن اینجا بتونش رو بدم، یه دونه دکمه میاد، ویرایش اطلاعات که نه میشه وارد کردن اطلاعات فکر کنم، یادم نیست. یه دونه دکمه کلا نشون میده، میزنین یه دیالوگ باز میشه، اطلاعات رو وارد میکنین. مثل چی؟ اینجوری یه دیالوگ باز میشه روی این حالته، این باکس هم خالیه. شما مثلا میزنین از پست فلان شماره بارنامه‌ش رو وارد میکنی، بعد مثلا میزنی تغییر وضعیت به سفارش تکمیل شد که دیگه مشتری میاد چک بکنه میبینه سفارش هم تکمیل شده، بعد میره داخل بخش پیش مثلا همین بخش پیگیری مرسوله، میاد میبینه سفارشش ارسال شده، کد رأی‌گیریش هم دادن میزنه پیگیری میبینه کجاه. هر وقت هم از طریق خود سایت شما میاد پیگیری میکنه، همینجوری بازدید برای سایتتون خوبه، ترافیک سایتتون یکم بالاتر میره. خلاصه نکات مثبتی، آپشنایی که واسه سایتتون محسوب میشه، راحتی کاربر و راحتی کار شما دیگه. مثلا مشتری ممکنه آنتن نداشته باشه، اس ام اس واسش نره، خلاصه ممکنه اس ام اس پستی به دستش نرسه، حالا زنگ میزنه شما وقت شما رو میگیره، ولی نه حالا ممکنه زنگ بزن شما اصلا مشکلی نداشته باشه، یه دقیقه سر شلوغ باشه باید اطلاعات رو واسش بفرست، میگه مثلا من 5 دقیقه دیگه با تماس، خب وقتتون میره. ولی زمانی که زنگ بزن شما درگیرم باشی میگی وارد سایت شو، ورود به حساب کاربریت بکن با اون مثلا شماره‌ای که مثلا محصولی که سفارش دادی خریدی و کارش انجام دادی، با اون شماره وارد سایت شو، وارد اکانتت شدی، وارد پیشخوان خودت بشو، پیشخوان مشتری، حالا میز مدیریت، حالا هر چی که سایتتون اسمشه، وارد اون بخش میشه، میگی مثلا وارد پیگیری محصولات، چون اونجا آخرین سفارشی که گذاشتی و میتونی چک کنی دیگه. این یه آپشن و مزیت خوبه، بدون اینکه وقتت گرفته بشه دوباره بری مثلا فلان کار رو بکنی و کار رو بالا بری دنبال مرسول بگردی. شما روزی 100 تا مرسول انجام میدی، مخصوصا برای شرکت‌های بزرگ که مثلا روزی 100 تا مرسول داره، یکی میره پستا رو ارسال میکنه، وقتی میاد شرکت دوباره برگای پستی رو میده رسیداشو، مثلا مسئول بخش وارد کردن اطلاعاتش ثبت شبکه بندی داخل اکسل در کنار اون میاد این اطلاعات هم ثبت میکنه داخل سایت، تمام شده رفت دیگه، همه چی شسته رفته است، راحت ترین کار ممکن. خب این افزونه رو براتون میذارم به زودی تکمیل بشه، در دسترس عموم قرار میدم که بتونن استفاده بکنن. بی زحمت لایک سابسکرایب فراموش نشه. من ببخشید یکم مریض بودم، یعنی همچنان هم هستم، ما رو حمایت کنید ممنون میشم. لطفا اگه افزونه چیز طراحی خاصی داشتین راجع به افزونه‌ای به من بگید، واسهتون طراحی میکنم و بهتون ارائه میدم.
قربان شما، خدا نگهدار.